یه روز 2 تا رفیق به اسم محمد و رضا عاشق یه دختر میشن. محمد میره پیش دختره، بهش میگه من عاشقتم. دختره میگه اون کو رو میبینی؟ برو بالاش یه آتیش روشن کن که تا صبح روشن بمونه. محمد میره و بالای کو یه آتیش روشن میکنه. این دفعه رضا میره پیش دختره، میگه من عاشقتم. دختره میگه اون آتیشو میبینی بالای اون کو؟ برو خاموشش کن. رضا میره میبینه رفیقش آتیشو روشن کرده. وقتی میفهمه داستانو و به محمد کمک میکنه تا هیزم جمع کنن و آتیشو تا صبح روشن نگه دارن. دمدمای صبح که میشه محمد خوابش میبره، آتیش هم داشته خاموش میشده. رضا هر چقدر میگرده دنبال هیزم هیچی گیرش نمیاد. تاش به این نتیجه میرسه که خودشو بندازه تو آتیش تا رفیقش به عشقش برسه. سلامتی تموم رفیقایی که حاضرن تو آتیش بسوزن که ما خم به ابرو نیاریم. میگن تفنگ واسه روز جنگه، رفیق واسه روز تنگه. سلامتی همه رفیقایی که دلشون واسه ما تنگه.